الأمور بإذن 24 ساله شخص بود. 24 ساله. باز من گفتم برش که تو برو از پدر و مادرت همین نماز یاد بگی. گفت راست بگویم به الله قسم پدر و مادر تالی را در نماز ندیدیم و وام یاد نداره. بعد از او مدت یک هفته پول یا معاش یک هفته ایش امی آدم برش داده، امرای برادرای تبلیغ ایرا یک جای کده بود، یک هفته رفته بود نمازم یاد گرفته بود. یک رقم دعا بری گفت برای ما میکرد که الله تو را خیر بده. پدر و مادر که شو رفتم که برای نماز یاد بده، گفتم که ما یاد نداره. در این کابلی تان اینی طور حالت وجود داره، اینی طور حالت وجود داره، نماز یاد نداره. بهانه نه دعوتگر تنگ نمیشه تا که بهانه از این ختم شوه و او مردکه را درا بیاری. موسی علیه السلام با وسیله اگر نوایی طور سوالای نعوذ بالله بی معنا و بی مفهوم میکنه کیچ پرسان نکن. قال ادع لنا ربک، باز گفتن طلب کو برای ما از پروردگاری خود، یبین لنا کی واضح بسازه ماهیه کی حقیقتی گو چی رقم است. ان البقره تشابه علینا، یقینا نگو مشتبه شده مختلط شده بالای ما تمیز کرده نمیتونیم. و انا ان شاء الله، ما اگر الله خواسته باشه لمهتدون راهیاب هستیم، یعنی میابیم که حقیقتی گو چی رقم است. این دفعه کلمه ان شاء الله رم گفته. قال موسی علیه السلام میگه انه یقینا الله میفرماید انها بقره گوی است لا ذلول که خوار نیست، تثیر الارض کی قلبه کده باشه زمینه، ولا تسقی الحرث و نکی آب داده باشه زراعت، یعنی گو نه گوی قلبه ایست و نه گوی ارتی، نه ارت کرده و نه قلبه را کرده. یک ترجمه. دوم یعنی کار مار سرش نشده، سالم سوچه گو است. یکی اگر سرش کار شده باشه باز گوی چاق نمی باشه، گوشت نمی داشته باشه. دوم ترجمه انها بقره یک گوی است لا ذلول که رام نیست، به هر کس رام نیست که هر کسی را بگیره یا غیس. تثیر الارض رام نیست که زمین قلبه کرده باشه، ولا تسقی الحرث که کشت و زراعت آب داده باشه، این رام به کسی نیست. مسلمتون بالکل از همه کارها مسئول و محفوظ است. یک ترجمه مسلمتون از هر نوع عیب و رنگی مخالف بالکل سالم است. لا شیء فیها هیچ نوع داغ نیست. در یک ترجمه که گفتیم مسلمتون از کارها نجات پیدا کرده مسئول است، دیگه لا شیء داغی کار کردن در وجودش وجود نداره. گو وقتی که کار میکنه در پشتایش چی میباشه؟ داغا میباشه، نه داغ نداره. در دوم ترجمه مسلمتون سالم است، یعنی عیب و داغ نداره، رنگای مخالف نداره. لا شیء فیها نیست داغی مخالف در این گو. قالوا الان جئت بالحق، گفتن یالی تو آمدن کدی بالحق با بیانی واضح. اینجا حق مقابل باطل نیست. چرا گری تو رو بگه خویا کافر میشه نعوذ بالله که تعالی را پیغمبر باطل میگفت چی؟ نه دروغ میگفت. اینجا حق مانا بیانی واضح را و مکمل این دفعه کردی برای ما. فذبحوها، پس ذبح کردن گوه و ما کادوا نبودن یفعلون کی کار بکنه. چرا نبودن کی کار بکنه؟ در دلشان خرخش موجود بود که گو خو معبودی ماست، اگر ما این را ذبح بکنیم شو چپرکتی ما را چی میکنه؟ چپا میکنه. چپا میکنه. اولیاء در اصطلاح افغانای ما اولیاء کدام مردم است؟ بگه اولیاء همون مردم است که تو را چی میکنه؟ پیرگیری میکنه. تو را چی میکنه؟ لول میده خوجه غلطانی ولیسته. تو را چی میکنه؟ چپرکتی تا شو سر چپا میکنه. اولیاء در اصطلاح افغانا امیر میگه نمیگه؟ یا میترسیدن که گو ذبح کنیم شو در جانی ما میآید. نه، آلی فهمیدن، قریب نبودن که کار بکنه. خود چون که امر جدی بود، موسی علیه السلام که هر قدر سوالا را کجو پیش دادن، موسی علیه السلام تصمیم گرفت، بیان واضح برش کرد. بعد از او وادار شدن که بپذیره. قرآن چی درسای عظیم برای ما میده. مردم سری تو انتقاد میکنه، اعتراض میکنه، ناما سرت میمانه، خود تو جواب داده برو. جواب داد تا وقتی که سوالی از او خلاص شود دیگر لاجواب شود، قطعی تو بپذیره دعوت حقه. اینی درس بود برای ما و شما. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، دیگر درس هم هست، دیگر درس ها خیلی زیاد است. ما کلی مطالب
یقینا اگر بگیم ازم یک سپاره نخواد که برایم. یقینا درسا خیلی مفید و مهم هم است. آلی گو، چرا الله تبارک و تعالی این گو گفت که علال کنی، ذبح بکنی؟ این در حقیقت سرزنش بالای یهود بود که ای یهود، شما یک طرف خود کلان میتراشه، دانشمند میتراشه، و یک طرفی تو کارا کرده، کارای حماقته که هیچ کسی دیگه نمیکنه. گو در بین حیوانات او طور حیوانی است که زوری زیاد داره، لیکن با زوری زیادی خود تابع انسان است. خلبر انسان سرش میکنه، جغل انسان سرش میکنه، او انسان سرش میکشه. این بیچارگه که اسپاره در پشتش بسته کو در زمین شخ او پچه قام گرفته زور زده میره، از پشتی سر خیمچم زده رویستی. آلی این بیچاره چه قطابیدار و عاجز برای توسته، او این تو چی جور کردی؟ معبود جور کردی. این حماقت بزرگ است یا نه؟ این سرزنش است. الله تبارک و تعالی همینطور میگه که انسان تو خودت سعی کن، زنده هم هستی، حرکت هم میتونی، یک کار روزگار هم میتونی، میری به قبر مرده، به قبری که 100 سال پیش چی شده؟ بگو هیچ حتی استخوانش باقی نمانده، شړی بابا و تور بابا برش صدا کده رویستی. حالی آخر کدام طرف روان هستی؟ این درسای عظیمه بر ما میده. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، قابل یادآوری است در آن وقتی که شما قتل کردی یک نفس، فادارأتم اختلاف و شروع کردی، واقع کردی، فیها در معامله همی قتل. این واقعه و نموسته که بیادرزادا کاکای خدا کشته، دخترش به میراث برده همراه پیسش بازام گرفته، پدری کاکا را برای خود یک گیله جور کرده که یک چیزی مال و دارایی را از یک قومم به نام قتل بگیرم. اینی مشکلات پیدا شده بود. این مشکلات خیلی عمده بود. چرا مشکلات عمده بود؟ در بین قوما جنگا شروع می شد، قریب بود که حالی بینشان یک دم قتل و قتال شروع شود. نفری هوشیارشان گفت که او مردم چرا ما جنگ میکنیم، ما بین خود میزنیم، یکی دیگه خدا از وطن بی وطن میکنیم، قتل میکنیم. موسی علیه السلام در بین ما وجود داره، مشکل ما توسط موسی علیه السلام حل میشه. درس عظیم برای ماست. چرا ما یکی دیگه خدا کافر بگیم از مسجد بکشیم؟ در بین ما حدیث و تعلیمات محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره. نزاع را حل کنیم. چیز ضرورت است که یکی دیگه خدا فتوا بدیم، فتوای غلط نه، بیایم عمل کردی خدا به ترازویی که سنت رسول الله پیش کنیم که سنت رسول الله تایید میکنه تو را یا رد میکنه. اگر تایید کرد علی رأس و العین، اگر رد کرد بگو قناعت بکن، تابع پیغمبر هستی. چرا؟ اونجا ما همونطور بود. بنی اسرائیل همی قناقتر را میفهمیدن مشکل ما حل میشه. چرا که موسی علیه السلام موجود است، حتما موسی علیه السلام یک مخرج جورا را برای ما میکشه و موضوع نزاعی ما که سبب قتل و قتال قوم است ای را حل میسازه. ای را میدانستن. خب موت مسلمان که الله برای موت میگه و این تنازعتم فی شیء، اگر شما اختلاف میکنید فی شیء در یک چیزی، اگر خرد باشه، کلان باشه، متعلق دین باشه، متعلق دنیا باشه، متعلق سیاست باشه، فرهنگ باشه، عبادت باشه، احکام باشه، چی کنیشه؟ فردوه الی الله و الی الرسول، رد کنیشه به الله. به الله چطور رد میشه؟ به کتاب الله. و به رسول چطور رد میشه؟ به سنت رسول الله که برات فرمان داده تو نزاع تعلم میکنی، چرا نمیکنی؟ بنی اسرائیل قدر میفهمید که نزاع محل میشه، اما ترکه فادارأتم فیها، اختلاف کرده شما در قتل نمی نفس. والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله بیرون کننده است آن چیزی را که شما پوشانده بوده، از حقیقت پنهان کرده بوده. حقیقت بچای بیادرزادا پنهان کرده بود. چرا؟ به خاطری که قاتل دیگه کسی گرفته بود که دیت بگیره او جنایت خودشان هم چی شوه؟ پرده سرشان انداخته شوه. لیکن الله کسی که جنایت میکنه، ظلم میکنه، بیرون کننده است یا نه؟ بله. قرآن کریم درس میده در معامله قتل نیست آبروریزی یک مسلمان، یادتان باشه الله انتقام میگیره. موضوع را همونطور نمیگذاره که پنهان باقی بمانه. الله تبارک و تعالی بله ما به چشم سر دیدیم کسی که در جنگل 30 نفر جوان در یک روز شهید کرده بود، بعد از مرور چند سال امون شخص امونجا دیدم که مرمی در سینهش فیر شد. امون شخص دیدیم که مرمی در سینهش چی شد؟ فیر شد. بالکل والله مخرجم
ما کنتم تکتمون. کدام جنایاتی که شما سرش پرده میندازه الله بیرون کرده نیست او را. در تاریخ ما بسیار جنایت ها شده، خصوصا سرزمین کوچک افغانستان. از سینه های زنا سیم تیر شده، در کله مردم میخ چکیده شده، کانتینرها در داده شده. یک روز تاریخ ای واقعات چی میسازه؟ الله برملا میسازه. در تاریخ جنایات مردم آنقدر معلوم شود، اما مردمی که القابی زیاد برشان گفته شده آینده باز بالکل واضح میشه که یا جنایتکارای تاریخ بودن یا نبودن. این را یاد داشته باشه، وعده قرآن است. والله مخرجم ما کنتم تکتمون. الله بیرون کننده است آن چیزی را که شما پنهان میکنه. الله میکشه، قاتل نمیگذاره، قاتل نمیگذاره. اما بدبختای کمونستایی که مردمای مجاهد ما را در دشت تیلگون دفن کردن، چهره منحوسشان نمایان شد یا نشد؟ نمایان شد. میشه نمایان دیگر. در این وطن خیانت، در اسلام خیانت نکنید. امروز نه سبا، سبا نه دیگه سبا، دیگه سبا نه پس دیگه سبا، جنایتت نمایان میشه، محبوبیتت باز از قلب مردم چی میشه؟ تا دین روز بر دعا میکرد، باز بعد از او لعنت سرت میگه. نکنید، این دنیا رفتنیست، خود چهره تانه برملا نکنید. فقلنا اضربوه ببعضها، پس ما گفتیم که بزنی به بعضی همین شخص. این جهاز زمین راجع به نفس است. به بعضی از زمین نفس یا دستش یا کدام جایش، یعنی دستی مرده را بگیره بالا کنی پس دمی خودی مرده بزنی، چطور شود دیگه؟ کذالک یحیی الله الموتى، مثل که در زدن یعنی دستی مرده به خودی مرده، مرده زنده میشه. دیدن همون کار کردن، وقتی دستی مرده را به جان مرده زدن، مرده برای چند دقیقه زنده شد. قاتل معرفی کرد، پس از او افتاد به مرگ ابدی خود. الله تبارک و تعالی میگه از یک طرف قاتل معلوم شد، نزاع از بین رفت، آلی در بین قومات جنگ واقع می شد. از طرف دیگه معجزه موسی علیه السلام ثابت شد. دو، از طرف دیگه بسیار نشانه قدرت الله تبارک و تعالی برای زنده کردن مرده ها شد. اکثر مردم انکار از آخرت داره، از عذاب قبر داره، برشان نمایان شد که الله مرده را چی میکنه؟ زنده میکنه. کذالک اینمی قسم که مرده زنده شد، یحیی الله، زنده میکنه الله الموتى، مرده ها را، و یریکم، شما را نشان میده آیاتی، نشانه های قدرت خدا، لعلکم تعقلون، بخاطری که شما از عقل کار بگیره. هر حرکت و کاریتان در دایره روشنی عقل باشه. عقل در کار پرته، یک کار همونطور نعوذ بالله بدون تأمل و تدبر نکنه. عقل در کار پرته. شما ببینید عقل تقاضا میکنه که بله این دنیا که همی قدر غوغا در شروع است، ظالم و مظلوم داره، اگر آینده جهان دیگه نباشه مظلوم باید بالکل بکفه که از مظلوم انتقام گرفته نشه، جهان دیگه نباشه، ما را پس زنده نکنه. من مظلوم خب باید امیال خودکشی کنم دیگه، خودکشی بکنم یا نکنم. لیکن عقل برای ما میگه که بله حالات امروزی دنیا تقاضا میکنه که صحنه دیگری به وجود بیا، اونجا ظلم نباشه، اونجا عدالت الهی باشه، اونجا خیشخوری و قومیداری و بگه پرداری نباشه. اما روزی بود که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس مکمل بود. اون بود تو روز که الله محاسبه میکنه، انتقام مظلوم از ظالم میگیره. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ای بنی اسرائیل خباست دیگهشان، کسی که کتاب الله در پیششان باشه، پیغمبرم درس میده، باید آنقدری مردم نرم باشه، مومواره، این مردم آنقدر مفاد و مصلحت یاد گرفته باشه که هر لحظه باید تابعدار برای فرمان الله باشه. بله صحابه در میتور امتحان الله کامیاب کرد شد. از تعلیمات پیغمبر صحابه در مقام و منزلت رسیدن که یقینا در دنیا بشارت جنتشان و الله اعلان کرد که رضی الله عنهم و رضوا عنه. از این که در بالاتر مقام دیگه کی داره؟ چرا؟ از مجلس پربرکت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استفاده واقعی کردن، درس می گرفتن، بگوی تطبیق میکردن در جان خود. مال منال، محبت اولاد و محبت دنیا مانع جهادشان شد؟ مانع تابعداریشان شد؟ نه. ای بنی اسرائیل، شما
موسی علیه السلام واری معلم و مربی پیغمبر در جامعه تان بود، دل شما باید آنقدر نرمی بود که به مجرد گپ زده میشد آب دیده تان بعد میریخت و بالکل آماده و تیار برای عملی کردن حکم الله بود. لیکن شما الله اکبر قلبایتان آنقدر محکم و سخت شد که از سنگ کده هم زیاد. سنگار خما بسیار میبینیم میترقه سنگ، از ما بینش یک دم آب چی میشه؟ سرازیر میشه. خودی ما دیدیم که آب ترقیده، چشمه آب دیگه همینطور دائم جاری شده از پیشش. همین رقم ما سنگ دیدیم که هیچ عامل وجود نداره، از بالا لول میخوره از ترس الله تبارک و تعالی. البته سنگایی که آب از پیش میره دو قسم است، یکی زیاد آب از پیش میره، یکی کم کم آب از پیش میره. ای بنی اسرائیل قلبای شما از سنگ کدم سخت شد، هیچ نوع آب از پیشش نبرآمد. خودم بری خود فایده نگرفتی از تعلیمات موسی علیه السلام، دیگران هم سیراب کده نتانستی دعوت داده. اینی دیگه بدبخترین زندگی نمیسته که چانس طلایی برای آدم میسر شده باشه و تو هیچ نوع فایده حتی به نفس خود نگرفته باشی. اینی بسیار بد حالت است. قرآن خباثت بنی اسرائیل به می قسم بیان میکنه. خب برای ما و شما هم درس میده. برای ما و شما چطور درس میده؟ وحی الهی یا قرآن حیثیت باران و آب داره. باران کی را داره؟ آب داره. آب زنده میکنه دشتای خشکه، یک دم گل و گلزار میسازه. اگر در قلبای ما و شما هم قرآن داخل شود، ما و شما هم قلبای ما حیثیت امو سنگا را پیدا میکنه. آلی یا این قدر تاثیر قرآن برات کرده که کل عمرت در درس و تدریس و تعلیم کتاب الله و درس حدیث پیغمبر تیر میشه. چشمه واری زیاد روان است، بعضی کمک دیگه موقع برش نیست، خو یک وقت ترجمه قرآن نمیکنه. و بعضی طور است که لا اقل اگر به مردم نمیرسانه خود پابند دین شده، حرام نمیخوره، جنایت نمیکنه، اوامر الله را انجام میده. اگر یک آدم از قرآن کریم نه به مردم دعوت زیاد داد، نه کم داد، نه خود اصلاح کرد، بلکه خودم یک سنگ سخت شد، اینجا بدبختی است. اینجا چی است؟ بدبختی است. قرآن برای ما بیان میکنه. ثم قست قلوبکم، باز محکم شد دلهای شما، من بعد ذلك، پس از اینمی، یعنی پس از اینکه نشانه ها و معجزای موسی علیه السلام نشانه های قدرت الله را به چشم سر مشاهده کردی، فهی کالحجارت، لایق خویی بود که به دیدن معجزه قلبای شما مکمل نرم میشد و از امی نشانه های قدرت الله تأثیرات در قلبتان میگرفته که شما محرک دعوت میشده. لیکن شما دلهایتان محکم شد، فهی همی دلها کالحجارت، به مثل سنگاست، او اشد قسوه، یا خیلی سخت از سنگا، از سنگ کدم سخت. چرا؟ و این یقینا بعضی از من الحجارت، بعضی از سنگها، لما و سنگای است، یتفجرو که روان میشه منه از او الانهار و جویهای زیاد. سنگای هستند که جوی زیاد از او جاری شده، مردم از او استفاده کرده. انسان هم در فرا گرفتن علومی کتاب الله، علومی که از کتاب الله فرا میگیره، بعضیشان آنقدر علم فرا میگیره که چشمه بزرگواره خیری از دیگر ادامه پیدا میکنه. هر قسم مردم از نمو آب استفاده میکنه. عالم هم همین قسم حیثیت داره که علم کتاب آسمانی را فرا گرفته باشه، امو رقم میشه. و این منها یقینا بعضی از سنگا، لما سنگای است، یشققو که میکفه، فیخرج منه الماء، میبرای از آب اگر چی کم باشه. بعضی مردم ها طوری است که از علوم کتاب الله استفاده میکنه، یک کم به مردم خود دعوت داده میتونه اگر چی زیاد نباشه. و این منها یقینا بعضی از سنگها، لما سنگای است، یهبطو که پایین میایه، من خشیت الله، از ترس الله تبارک و تعالی. علومی کتاب الله را ایام فرا گرفته، اگرچه نفش به مردم نمیرسه، لیکن خدا اصلاح کرده، تقوا در قلبش پیدا شده، خشیت الله جا گرفته، اوامر الله را به جامعه را از نواهی اجتناب میکنه. لیکن قلبای شما یکی از امیسی عملیه را، یکی از سی قسم تأثیرات قطعا نگرفته، نه خود اصلاح شده، نه به دیگران دعوت داده، بسیار محکم، اصلا کده محکم. الله میگه خوب بدانی که وما الله بغافل، الله نیست بخبر، عما تعملون، از او کارهای غلطی که شما انجام میده،
فکر نکنی که الله ما را نمیگیره. نه، لحظه به لحظه الله تبارک و تعالی ثبت میکنه و امرای شما محاسبه میکنه. چی نصیحتی بزرگ است برای ما. کتاب الله آمده، چقدر بهره‌ورداری از کتاب الله کردیم. آیا میتونیم به کسی تبلیغ و تقریر بکنیم؟ آیا میتونیم توحید به کسی تشریح بکنیم؟ و یا امی چقدر وقت می کار میتونیم؟ کم یا زیاد؟ بیایید اگر مرحله اوله یا درجه اوله گرفته نمیتونیم، در دوم خوب باشیم. اگر دوم گرفته نمیتونیم، در سوم خوب باشیم. از قرآن آنقدر فرا بگیریم که باعث و انگیزه برای عملی کردن احکام الله برای خودی ما شود و از اجتناب باعث بالای اجتناب از مناهی الله شود. امی قدر خوب باید ما داشته باشیم. اگر از امی هم طرف شدیم، باز دیگه هلاکت و بدبختی است. الله قطعت محاسبه میکنه. تو چی کار کردی؟ در دنیا رفتی، تو مسئول بودی، چی عملی انجام دادی؟ کدام عمله؟ ولی اگر ما بگیم از قرآن چی رقم فرا میگیریم، فرا گرفتن از قرآن چیست؟ یکی زیاد است، یکی کم است. کسی که کلی اعمالش به دستور قرآن انجام داده میشه، بسیار بهره بزرگ است. کی گرفته؟ از قرآن گرفت. چرا قدم خدا مخالف قرآن نمیمانه، مخالف اسلام نمیمانه. او کسی که کم کم خطایی از پیشش میشه، او چی میکنه؟ بگوی بهره کمتر گرفته. او کسی که مستوی است، تقریبا نه ضرر به مردم میرسانه، خود دفاع خودم میتونه. این درجه سوم است. اگر از این درجه او طرف شدی که قدم میزنی باز ضرر و اذیت مردم است، یا حق الله پایمال میشه یا حق مخلوق الله، اونجا باز بدبختی است. الله میگه و الله بغافل عما تعملون. افتطمعون یؤمنوا لكم، آیا شما طمع داری که او ایمان بیاره، باور کنه لکم به گپای شما، یا ایمان بیاره به آن چیزی که شما ایمان آوردی، شما برش تشریح میدی؟ وقد کان فریق، یقینا بود یک جماعت منهم از یا یسمعون کلام الله، که میشنیدن کلام الله را، ثم یحرفونه، بعد از او تحریف میکرد، تغییر میداد کلام، من بعد ما عقلوه، پس از او که خوب میفهمیدن مقصد او کلام، هدف و نتیجه او کلام، و هم یعلمون، در حالی که مردما خوب میدانستند که گناه و دروغگویی چقدر گناه است و چقدر بد است. ایرا میفهمیدن لیکن بازم کاری غلط میکردن. در اینجا موضوع چیست؟ رخ سخن طرف مؤمنا شد. مؤمنا را الله تبارک و تعالی مخاطب قرار میده، نتیجه گیری میکنه الله از تمام خصلت‌های سابقه یهود. برای ما شما درس میده که یهود کدام طایفه است، آیا قابل اعتماد و اعتبار است، آیا میتونیم که وارد دعوت بکنیم یا نکنیم، آیا سری از یا اعتماد داشته باشیم؟ نه، این مردم چاپلوس است، مردمی است که رنگ دیگری داره، حقیقت دیگه، ظاهر دیگه، باطن دیگه. هیچ وقت فریب از یارا نخوره. این مردم همیشه فریبکار است، در مجلس حاضر میشه لیکن باز قبول نداره، گپارت تغییر میاره، در مجلس میایه لیکن برای حقیقت طلبی نمیایه، بلکه برای راپور رسانی، برای شیطانای دیگی خود میبره. امی کار را یهود میکردن، می آمدن در مجلس پیغمبر، گپی که پیغمبر گفته بود دو یکمی زیادی و کمی میکرد، گپای گول و مول میکرد، یکمی تو میداد، اونجا دیگر رقم تعبیر میکرد. شیخ پنجپیره الله غریق رحمت کنه، مولوی سید محمد طاهره، بسیار خدمت قرآن کرده. یقینا در سرزمین سرحد پاکستان اولین کسی که بنیاد ترجمه و اینمی درس ها را گذاشت همو بود و سخت تکلیف ها را در ایران کشیده. او می گفته و مردم، ما که گفتم سمسره حرام است، شما نروی به مردم نگوی که مولوی صاحب گفت که سنگتره حرام است. ما خود سمسره گفتیم، شما سنگتره نگوی. تاسف در اینجاست. دمی روزا در تقریر جمعه ما یا در تراویح خفتن ما گفتم که تراویح سنت مؤکد است و جماعتش مستحب است. خب در اینجا ما چون دیگه چی گپ گفتیم؟ دوستای ما میره در پیش مولوی صاحب، میگه مولوی صاحب متوکل میگه که وتر هیچ خواندنش ضروری نیست. قطعا وتر گفتم که سنت است، واجب نیست. یک مذهب حنفی مذهب میگه که واجب است، لیکن جمهوری علمای دیگه میگه سنت است. دلیل برش داره به خاطر که در سری سواری خوانده شده، ولی سنت مؤکد است. چرا که پیغمبر علیه السلام در سفر هم ترک نکرده، مثل سنت صبحکی واره. در سفر کلی سنت ها خوانده نمیشه، لیکن وتر سنت صبحکی چی میشه؟ خوانده میشه. ما ایرا گفتم
که وتر سنت است، دعای قنوت هم سنت است. این جناب رفته که مولوی صاحب گفت که وتر مستحب است. ما سنت گفتیم، سنت مؤکد. او چی گفته؟ وتر مستحب است. نکنه سخنا را خوب دقیق بشنوه. اگر دو فرصت سرش نفهمیده پسانتر خدا سری سخن بفهمانه، باز دو طرف نروی. یک وقت یک مولوی صاحب مرا گیر کرد، گفت مولوی صاحب پیغمبر قبول داری؟ ما گفتم چرا؟ گفت یک نفر آمد گفت که مولوی صاحب پیغمبر قبول نداره. باز ما برش گفتم که تو من حیث عالم امی سخن امی آدمه چقدر باید جدی میگرفتی، چقدر مسئولیت داشتی. قرآن چی دستوراتی برای ما داره؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آیا در مورد ما که همی قدر زحمت کشیده باشم و آخری هم ما پیغمبر قبول نکنم، دیگه چی برای ما باقی ماند؟ تو چی تصور داری؟ خب اینیالی ما گفتم مولوی صاحب بردوی ما میشینیم که پیغمبر تو قبول داری؟ ما یک سوال بکنم صحیح است؟ نه میگه من قیدی خب بحث ندارم.